السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال پنجم چنین بود: کعبه را یکمین بار کی بنا کرد؟ انیقترش این کعبه ای که حاضر ما میبینیم که این را ساخت. الله سبحانه و تعالی میفرماید: به نام خداوند بخشنده و مهربان. و چون ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه را بالا بردند گفتند: ای پروردگار ما، از ما بپذیر که تو شنوا و دانا هستی. از این معلوم می شود که ابراهیم علیه السلام با همراهی پسرش اسماعیل علیه السلام دیوار کعبه را به بالا برداشتند، یعنی که کعبه را ساختند. مفسران در تفسیر این آیت میگویند اولین شخصی که اساس خانه کعبه را گذاشت این آدم علیه السلام بود که بعد از رانده شدن از بهشت با امر خداوند این کار را شروع کرد. و ابراهیم علیه السلام با همراهی پسرش اسماعیل علیه السلام دیوارهای این خانه را به بالا برداشتند. خلاصه برادر و خواهر عزیزم، خانه کعبه را که امروز ما میبینیم ابراهیم علیه السلام با همراهی اسماعیل علیه السلام بنا کردند. و این چنین کعبه یک چند مراتبه از سر تعمیر شده بود، چون در اثر آفتهای طبیعی که دیوارهای آن خراب شده بودند، هم در دوران کفار قریش و هم در دوران مسلمانان کعبه یک چند مراتبه تعمیر شده بود. این بود معلومات مختصری درباره خانه کعبه. برادران و خواهران عزیزم، بیایید با هم از خداوند بطلبیم که ما را مشرف گرداند به زیارت کردن این خانه خود. بیایید با هم نیت بکنیم، نیت ادای حج بکنیم تا خداوند این عمل را بر ما آسان بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.